از بین 9 دانش آموز ایرانی حاضر در بخش رقابتی جشنواره 5 نفر با کسب رتبه‌های برتر جوایز آن را از آن خود کردند. کلاً گروه‌های 3 نفره بود و عروسک‌های ایرانی درست کردیم و بعدش نمایش عروسک داشتیم. دختران ایرانی در بخش‌های موسیقی، عروسک سازی، عروسک گردانی و هنرهای تجسمی به ترتیب مقام‌های اول، دوم و سوم جشنواره را به دست آوردند. موضوع نقاشی رو دست چی بود؟ چطوری خوشحال باشی و چرا خوشحالی مهم هست؟ من طراحی لباس انجام دادم با روزنامه؟ بله. در این رقابت‌ها حدود 300 دانش آموز از 20 کشور جهان از جمله آلمان، ایتالیا، دانمارک، نروژ، هلند، اوکراین، مالزی و هند در مدت 3 روز با هم رقابت کردند. نقاشی من درباره تاثیر رسانه بر خانواده است. در گذشته ارتباط اعضای خانواده ها گرمتر و صمیمانه تر بود. ما دوست داریم دانش آموزانی که از نقاط مختلف جهان میآیند چگونگی داشتن یک خانواده و زندگی شاد را در کنار استفاده هوشمندانه از فضای مجازی یاد بگیرند. موضوع اصلی بخش رقابتی جشنواره شاد بودن با محوریت خانواده بود که دختران ایرانی با نمایش توانمندی‌های خود رتبه‌های برتر آن را کسب کردند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی 9.